مرکز مطبوعات قشون‌های مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و شهرداری اصفهان با شرح بیانیه‌های علیحده هم مضمون مسئولیت تیرپرانی صبح 14 سپتامبر سال 2022 در مرز این کشور با قرقیزستان را به دوش مرزبان‌های قرقیز بار کردند. به گفته آنها مرزبان‌های قرقیز از پاسگاه بولکباشی اولین شده به یگان اساس به طرف دیدبانگاه کیخی اتریاد سرحدی اصفهان از مینامیات 4 گلوله پرتاب کردند و سپس موقع مرزبان‌های تاجیک را از автомат و پولمیوت کلاشنیکوف و سلاح‌های دیگر آتشفشان تیرباران کردند و مرزبان‌های تاجیک مجبور شدند آتش جوابی گشایند. قبلا خدمات مرزبانی امنیتی قرقیزستان برعکس مرزبانان تاجیک را عیبدار کرد که در یک قطعه باسی سنگر گرفته اول آنها به طرف مرزبان‌های قرقیز آتش کشیدند. خوشبختانه هر دو طرف میگویند که کسی در این تیرپرانی آسیب ندیده است. مرکز مطبوعات امنیت تاجیکستان در اظهاراتش گفت 14 سپتامبر سال 2022 تخمینا ساعت 09:15 دقیقه از جانب سرحدبانان پست سرحدی بولکباشی اتریاد سرحدی بادکند جمهوری قرقیزستان به طرف دیدبانگاه سرحدی کیخی اتریاد سرحدی اصفهان جمهوری تاجیکستان به یگان سبب از مینامیات 4 گلوله پرتاب کردند و موقع سرحدبانان تاجیک با استفاده از سلاح‌های آتشفشان مورد حمله قرار گرفتند. غیر از این از جانب جمهوری قرقیزستان قوه و واسطه‌های علاوگی حربی به منطقه مذکور انتقال داده شدند. از طرف سرحدبانان قشون‌های سرحدی امنیتی تاجیکستان آتش جوابی کشیده شده عین زمان با مقصد به اعتدال آوردن وضعیت و معین نمودن سبب‌های ماجراجویانه نیروهای سرحدی کشور همسایه گفت و شنید بین نمایندگان سرحدی دو جانب برآ مانده شده است. طور قبلا خبر دادیم صبح 14 سپتامبر سال 2022 در مرز تاجیکستان و قرقیزستان در موضع پل آفتابرویی جماعت واروخ اصفهان در روبروی موضع بولکباشی نویه بادکند بین مرزبان‌های تاجیک و قرقیز باز تیرپرانی صورت گرفت. جماعت واروخ حالا از 4 طرف در احاطه دهه‌های قرقیزنشین در مانده است و تنها یک روی ماشینگرد واروخ خواجه اعلی این جماعت را با اصفهان و با باقی قلمرو تاجیکستان میپیوندد. با گذشت بیش از 30 سال از سقوط اتحاد شوروی از 970 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان تا کنون بیش از 300 کیلومترش تعیین و علامتگذاری نشده است. در قطعه‌های باسی که در مرز تاجیکستان و قرقیزستان جایگیر شدند هر سر چند وقت بر اثر آب و زمین و چراگاه و راه مناقشه و رخ میدهند. این مناقشه و بعضا به تیرپرانی ها میپیچند و باعث علاقت مردم از دو طرف میشوند. در سالهای 2021 و 2022 در نتیجه ضدخوردهای مسلحانه در مرز دو کشور دست کم 59 نفر از جانب قرقیزستان و 23 نفر از طرف تاجیکستان کشته شده، حدود 270 نفر از هر دو طرف زخمی شدند. مرز اصفهان و واروخ با نویه بادکند یک نقطه از همه داغ در مرز تاجیکستان و قرقیزستان به شمار می رود.